قبرس جزیره زیبا که در شرق دریای زیبای مدیترانه قرار داره که این روزها قبرس شمالی به خاطر توسعه و رو به رشد بودن و نداشتن قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا بسیار مورد توجه سرمایه‌گذارهای اروپایی و ایرانی قرار گرفته. این جزیره از شمال با ترکیه، از جنوب با مصر و از شرق با سوریه و لبنان و اسرائیل و از غرب با جزایر یونان مرز دریایی داره. برای ورود به قبرس شمالی شما نیاز به ویزای فرودگاهی دارید که باید یا دعوتنامه رسمی داشته باشید که محل اقامتتون داخلش کاملا مشخص باشه و یا واچر هتل و همچنین بلیت رفت و برگشت از مدارک مورد نیاز برای ورود به قبرس شمالی هستش. فرودگاه قبرس شمالی ارجان نامیده میشه. پروازها به صورت مستقیم و یا به صورت 2 پروازه از ایران به استانبول و از استانبول به ارجان انجام میشه. قبرس شمالی 3 شهر اصلی داره و پایتخت قبرس شمالی شهر نیکوزیا است که به زبان ترکی بهش لفگوشا گفته میشه. این شهر در مرکز جزیره قرار گرفته و تنها پایتخت 2 تیکه دنیاست که نیمی از اون در قبرس جنوب قرار داره. نیکوزیا به خاطر ساحلی نبودن کمتر مورد توجه سرمایه گذارهاست. شهر کایرینیا یا به ترکی گیرنه شهری هستش که در سواحل شمالی کشور قبرس قرار داره. به دلیل بندر و قلعه تاریخی بسیار زیبا و منحصر به فرد طرفداران بسیاری داره. در 20 دقیقه‌ای شهر گیرنه ما منطقه اسنتپه رو داریم. منطقه‌ای با پروژه‌های لوکس، غروبی زیبا و معروف و بسیار در حال رشد که محبوبیت زیادی در بین سرمایه‌گذاران آلمانی و کشورهای اسکاندیناوی داره. در کنار ساحل شرقی جزیره ما شهر فاماگوستا رو داریم. این شهر دارای دانشگاه معروف و بین‌المللی EMU یا همون استر مدیترینین یونیورسیتی هستش که یکی از برترین دانشگاه‌ها در قبرس محسوب میشه. در 15 کیلومتری فاماگوستا ما منطقه لانگویچ رو داریم که یکی از معروف‌ترین مناطق توریستی هستش که مجله آمریکایی فوربس که یکی از معروف‌ترین مجله‌های اقتصادی دنیاست 2 بار از این منطقه نام برده. یک بار در سال 2024 و یک بار در سال 2021 که این منطقه رو بهترین و اولین مکان برای رشد و سرمایه‌گذاری ملکی در نوار ساحلی معرفی کرده. این منطقه شامل پروژه‌های هتل کانسپت زیادی هستش و 4 هتل کازینوی 5 ستاره تا به الان در این منطقه را اندازی شده. این منطقه به خاطر ساحل شنی و ممتدش بسیار مورد توجه توریست‌ها و سرمایه‌گذارها قرار گرفته. مردم قبرس شمالی به زبان ترکی صحبت می‌کنند که اکثرا به زبان انگلیسی هم مسلط هستند. واحد پول قبرس شمالی به طور رسمی لیره ترکیه هستش. پس اگر قصد خریدهای روزانه از هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها رو دارین، هزینه خودتون رو بر پایه لیره ترکیه پرداخت می‌کنین که این باعث میشه قبرس شمالی به کشوری مرغوم به صرفه برای زندگی و گذراندن تعطیلات تبدیل بشه. اما معاملات ملکی، خرید، فروش، اجاره به پوند انگلستان انجام میشه و این باعث میشه که کشور قبرس شمالی مکانی ایدئال برای سرمایه گذارا باشه. اون چیزی که واضحه سرمایه گذارها جذب مناطقی مثل لانگویچ و اسنتپه هستند به خاطر نوظهور بودن و دسترسی به دریا و پروژه های هتل کانسپت معروف در این منطقه و اما موارد دیگر که قبرس رو از هر نظر جذاب میکنه. خرید، فروش، اجاره ملک در قبرس به پوند انگلستانه، یکی از با ارزشترین ارزهای رایج در دنیا و این دلگرمی رو برای سرمایه گذاران ایجاد میکنه که سرمایه گذاری امن داشته باشن. از طرف قبرس تا به امروز ارزها و اعیان رو به اشخاص خارجی میفروشه، یعنی با خرید ملک شما گوشه از خاک این کشور رو میخرین که قابل ارث رسیدن به وراث هستش، چیزی که در خیلی از کشورها امکان پذیر نیست. شما با خرید ملک در قبرس میتونین اقامت خودتون و اعضای خانواده‌تون رو دریافت کنین و در بانک‌های اینجا حساب ارزی باز کنین و کردیت کارت دریافت کنین، کاری که در خیلی از کشورها به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی امکان پذیر نیست. قبرس الان کشور فرصت هاست، فرصت هایی که یقینا تا چند سال دیگه ادامه دار نخواهد بود. سرمایه گذارها معتقدند اجاره دریافتی از ملک در قبرس نسبت به قیمت خرید بسیار ارزنده است و این چیزی نیست جز علاقه توریست ها به این کشور به خاطر 300 روز آفتابی، آرامش، دریا و تفریحات متنوع.